تست چنج اوور DGP مدل CO220. برای این تست ما نیاز به دو کنتاکتور داریم. یک کنتاکتور برای تغذیه از برق شهر و یک کنتاکتور برای تغذیه از برق اضطراری یا دیزل ژنراتورمون. در اینجا ما دو مصرف کننده داریم. چراغ سیگنال آبی رنگ برای تغذیه از طریق برق شهر و چراغ سیگنال سبز رنگ برای تغذیه از طریق برق اضطراری. در این قسمت ما چنج اوور رو داریم. عملکردش به این شکله که یک فاز و نول از برق شهر به اون متصل میکنیم از طریق این دو شاخه و برای برق اضطراریمون هم از طریق این دو شاخه یک فاز و نول به ورودی های برق اضطراریمون متصل میکنیم. در اینجا این دستگاه به ما دو خروجی رله میده که خروجی های رله اونو که به صورت نرمالی اوپنه به آ1 کنتاکتورها متصل میکنیم و در طرف دیگه اونو به نول رو به آ2 کنتاکتورها متصل میکنیم. هر رله‌ای که تحریک بشه کنتاکتورش میاد توی مدار. در حالت عادی ما داریم از طریق برق شهر استفاده میکنیم. کنتاکتور اون تحریک شده و چراغ سیگنال آبی رنگ توی مداره. حالا ما برق شهر رو قطع میکنیم برای تست. دستگاه چنج کرد روی برق اضطراری و چراغ سیگنال سبز رنگمون روشن شد. ما داریم از دستگاه استفاده میکنیم. در حال استفاده از برق اضطراری برق شهر میاد. دستگاه دوباره چنج میکنه روی برق شهر. حالا اینجا ما دو عدد ولوم هم داریم که میتونیم حساسیت دستگاه رو تنظیم کنیم بین 1 تا 6 ثانیه، چون ممکنه ما یک قطع و وصل آنی برق داشته باشیم، نمیخوایم در این بین چنج صورت بگیره، پس حساسیت اون رو بالا میتونیم ببریم. اگرم نخواستیم میتونیم روی 1 ثانیه تنظیمش کنیم که در حداقل ترین زمان بیاد توی مدار. به طور مثال من ولوم برق اضطراریمو تغییر میدم و میذارمش روی 6 ثانیه. روی 6 ثانیه تنظیم شد. حالا برق شهر رو قطع میکنیم تا چنج کنیم روی برق اضطراری. 6 ثانیه طول میکشه تا کنتاکتور برق اضطراری و چراغ سیگنال سبز رنگ بیاد توی مدار.